به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم از هر جایی که ما رو میبینید سلامت سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. ما میبینیم بعضی نعمت‌های انسان از دست میرود، میتواند با کوشش و تلاش زیاد و توکل با پروردگار جل و علا آن را باز به دست بیارد. بعضی حالت‌های انسان بیمار میشود، اما بعد از معالجه خداوند جل و علا را شفا میدهد. اما نعمتی است که بعد از زوال آن، بعد از بین رفتن آن، به دست آوردن آن خیلی و گران و ناممکن بعضی حالات ها می شود. این وحدت و سرجمعی و یکدلی و برادری می باشد. خداوند جل و علا در قرآن چی زیبا می فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همگی بر ریسمان پروردگار جل و علا چنگ بزنید و پراکنده نشوید. مهمان برنامه ما داملای گرامی سرداری ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان داملا جمال الدین خاموشی، خوش آمدید به این برنامه استاد گرامی. داملای گرامی، از دیدگاه دین مبین اسلام پایه اساسی وحدت کدام هایند؟ به نام خداوند که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. البته بسیار خوب گفتید، یعنی وحدت نعمت است، وحدت برکت است، وحدت سرجمعی بشریت است. نوابسته از اعتقاد، نوابسته از قومیت، نوابسته از نژاد، یعنی وحدت همه وقت نعمتی بزرگ، یک نعمتی به انتها برای انسانیت است. برای این گفته ها یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حجة الوداع، یعنی حجی که پیامبر علیه الصلاة و سلام خیر باد گفتن، بعدی به عمر طولانی هم ندیدن، اهل مردم را جمع کرده در همون حجة الوداع گفتن که یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم من آدم و آدم خلق من تراب لا فضل لعربیین علی عجمیین ولا عجمیین علی عربیین ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بتقوا. یعنی روایت امام احمد است. اگر به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اگر یک نظر عمیق کنیم، بینیم اصل وحدت همین است. چون که این ندای سیاست و ندای قهاریت است و هر جا که در قرآن عظیم شان ما بینیم ندای یا ایها الذین آمنو خاص به افرادی که ایمان به خدا دارند، اما در اینجا ندا عام است، یا ایها الناس به همه افراد بشر تعلق دارد. میگوید که یا ایها الناس ان ربکم واحد، یعنی همه مردم رو میگوید که پیامبر علیه الصلاة و سلام پروردگار شما یکتاست و ان اباکم واحد، شما از یک پدر و یک مادر به دنیا آمدید. لا فضل لعربیین علی عجمیین، یگو عرب به عجم و عجم به عرب، یگون سیاه‌پوست به سرخپوست، یعنی سرخپوست به سیاه‌پوست فضیلتی ندارند مگر به تقوا. این اصل همین وحدت است. ما ببینیم مگر دین مبین اسلام هر عبادتی که هم برای پیروان خود فرموده است، دستور داده است، اینم خبر از وحدت میدهد. خواست نماز جماعت باشد، خواه نماز عید باشد، خواه نماز جمعه باشد، ما بینیم برای وحدت انسانیت است. یعنی یگان امتیازی برای یگان نفری داده نشده است. همه دست جمعانه باید این عبادت را انجام بدهد. از طرف دیگر اگر ما ببینیم خودی از نگاه فرهنگی هم یک شاعر بسیار سخن عجیبی میگوید که اذا کان اصل من ترابی فکل البلاد بلادی و کل العالمین اقاربی. وقتی میگوید که اصل من از خاک است، پس همه شهرهای عالم شهری من است و همه مردم عالم خویش و تباری من است. یعنی ما ببینیم در اینجا یعنی بر همون اصلی آفرینش در حدیث خواندیم که یعنی خداوند پیامبر علیه الصلاة و السلام تاکید کردند که شما از یک یعنی آدم آفریده شدید. و یک جای تأسف در همین است که هر یک فرد مسلمان از محبت پیامبر علیه الصلاة و السلام سخن میگوید، از سنت او سخن میگوید، اما
اون حیاتی که پیامبر علیه السلام گذراندن و با دیگر افرادی که رقیب اون بودن معامله های کردن، این رو دیده نمی شود. اینجای تاسف است. ما ببینیم که پیامبر علیه السلام با همه افراد بشر چگونه معامله نیک داشتن، چگونه معامله دوستی داشتن، یعنی دشمنی با نفری نداشتن. و چون که خودی پیامبر علیه السلام محمد الامین بودند، یعنی پیامبری بودن که از او همه مردم ایمن بودن، یگان خوف و خطری از اونها دیده نمیشد. یعنی پیامبر علیه السلام امت خود رو همه وقت به وحدت تاکید میکند که یک پارچه باشید، یک دیگر رو احترام کنید. حتی ببینیم قهر کردن، قهری شدن در خود بین خود افراد بشریت، خود بین مسلمان ها پیامبر علیه السلام منع کردن که نفری که زیاده از 3 روز قهری میکند حتی عبادتی او به درگاه خداوند پرره پذیرفته نمیشود. بله. استاد گرامی، ببینیم وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از مکه به یثرب به مدینه منوره هجرت نمودند، پس در اونجا دو قوم بزرگ یعنی اوس و خزرج قرار داشتند. بله. که آنها 100 ساله ها بود بین خود نزاع و کشتارها داشتند. بعضی منابع تاریخی 120 سال بین همدیگر زد و خورد داشتن، جنگ داشتن، کشتار داشتن. یعنی دین مبین اسلام وقتی اومد که الکه عالم در جهالت میسوخت، خداوند که فسادی عالم را نمیخواهد، پیامبر علیه السلام را فرستاد تا اینکه این مردمی در فساد فرو رفته یا در جاهلیت فرو رفته را از این ورطه نجات بدهد به سبب پیامبر علیه السلام، تا اینکه راه سعادت را برای خود اختیار کنند و زندگی شایسته و زندگی مناسب داشته باشند. همین است که آیات است میگه واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. بله بله. به یاد بیارید نعمت پروردگار جل و علا، یعنی شکرگزار باشید. بله. شما به یاد بیارید زمانی که شما دشمن بودید، لیکن با نعمت پروردگار، با دین پروردگار شما برادر شدید. البته اگر هر یک فردی که مؤمن مسلمان است یا که دعوای مؤمن مسلمانی میکند، اگر از گفته های خداوند منان و پیامبر مهربان او اگر در زندگی خود رو پیاده کند، اگر البته هم زندگی او خوب میشد. حتی وحدت در خانواده هم مهم و ضرور است. حتی اگر در عائله وحدت نباشد، یک پارچگی نباشد، اگر در او خانه پریشانی به وجود میاد، برکت از خانه می رود. و درست است همچنین که خداوند در قرآن عظیم شان در سوره حجرات میفرماید استعیذ بالله انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. اگر همین آیات درست خوانده باشیم، در این اشاره چند اشاره شده است که مسخره نکنید. اگر این دستورات فرموده خداوند انسان در زندگی خود اگر پیاده کنه، در زندگی خود فعال کنه، اگر وحدت هم در خانواده میشد، هم در جامعه میشد، هم انسان با یک راحت زندگی میکند. یعنی مشکلات زندگی رو احساس نمیکنه. حدیث زیبایی رو خوندم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از هجرتش است که در مدینه هم یهودیان زندگی میکردند. قوم زیادی از یهودیان در یثرب زندگی میکردند. نصرانیان زندگی میکردند. در اونجا مشرکان و بت پرستان و بی خدایان هم بودند. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اهل یثرب امه واحده. مردم یثرب همگی نوبس از دینشان، نوبس از نجاتشان امتیازی ندادن. بله. گفتن که آنها یک امتند، یک ملتند، یک قومند. در صلح و آرامی هم یگن و در جنگ هم یگن. یعنی با هم صلح دارند و با دشمنان دست جمعانه می جنگند. یعنی در اینجا از قومیت ها و دین ها و مذهب های گوناگون در اینجا زیاد بود، اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که اینها همه
یک امتن. قوم یک از یک پدر و یک مادر هستند. چنانچه در یک حدیث دیگر هم در ذهنم اومد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک می‌فرمایند که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. یعنی چی زیبا گفتن پیامبر علیه الصلوة و السلام، یعنی نجات پرستی، قوم پرستی در دین بومی اسلام بیگانه است. یعنی یگانه اون چیزی که انسان را برای راست، برای هدایت، برای جنت وارد میکند، این تقوای الهی است، ترس خدا است و حسن خلق است. در این حدیث مبارک پیامبر علیه السلام تاکید کردند که خداوند به سوی مال‌های شما و صورت‌های شما نظر نمیکند که چه صورتی زیبا داره یا که مال و سرمایه زیاد داره، بلکه نظر میکند به سوی عمل‌های شما و قلوب، دل‌های شما. یعنی عمل‌های خیر داشته باشید. اصلا انسان اون دارایی که داره، همه البته دارایی‌های و نسبی است، دارایی مطلق نه. دارایی اساسی انسان، سرمایه اساسی انسان عبادت است. اگر عبادت خیری داشته باشد، اگر هم در دنیا سربلند است، هم در آخرت یعنی رستگار است. سلامت باشید. از ابو دردو رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند آیا من شما را عبادتی یا عملی راهنمایی کنم که بهتر از نماز و روزه و نیکی صدقات است؟ بله. گفتند قالوا بله یا رسول الله، بله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. در اینجا عبادت های نافله یعنی روزه و خب نماز و صدقه نافله در نظر است. پس گفتن اصلاح ذات البین، یعنی بین مردم، بین قوم، دو قوم یک صلح و آرامی آوردن، این از این عبادت ها بالاتر می‌ایستد. پس خداوند جل و علا این نعمت ما رو همیشگی و ابدی گرداند. یعنی خداوند منان انسانیت رو در دنیا آفرید برای عبادت کردن، تا اینکه او را سجده کند. چنانچه شیخ سعدی رحمت الله علیه میگوید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که فرمان نبری. یعنی انسان همه موجودات، همه نعمت را الله سبحانه و تعالی برای انسان آفرید و انسان برای عبادت خودش آفرید. یعنی گلی سری سبد همه مخلوقات این انسانیت است. یا شرف نهایت بالا دارد، شرف نهایت زیاد دارد و در صورتی که از گفته های خدای منان و دستورات شرعی با بیرون نبراید و آن چی خداوند برای او توصیه کرده است و پیغمبر علیه السلام راهنمایی کرده است او را عمل کند، یعنی در زندگی خود پیاده کند و خیرخواه خود و خیرخواه عامه مردم باشد. استاد گرامی، امروز جوانان برای نگاه داشتن وحدت چی مسئولیت دارند؟ اصلا وظیفه اساسی جوانان همین است که آنها باید دانش کامل داشته باشند و هویت ملی خود را داشته باشند و بدانند که برای چی به دنیا آمدن و بهر چی زندگی میکنند و عاقبت بازگشت آنها به سوی کجا است. یعنی جوانها در جامعه بسیار مؤثر هستند، تاثیرات خاصه خود را دارند. آنها باید که این وحدت را حفظ کنند و همیشه خیرخواه خود و خیرخواه جامعه خود باشند. از رفتارهای ناشایسته، یعنی از کردارهایی که هم برای خود، هم برای خانواده خود، هم برای جامعه خود مضر است و ضررناک است، باید اون که پرهیز کنند. چون که در شرایط فعلی فرهنگ‌ها و ترغیبات‌های بیگانگان نهایت زیاد است. باید از اون خودداری کنند و خود را در راه صراط المستقیم یعنی عمل نمایند. سلامت باشید. یک قصه در یادم اومد که پدر چند فرزند جوانمرد داشت و به آنها امر کرد که یک دسته چوب را بشکنند. بله. با چه توانی که خواستن بشکنند، یعنی چقدر زور زدن اما نتونستن شکسته. بله. پس پدر گفت که یک چوب رو جدا کرده، هر یک اونها در علیحدگی شکنید. آنها به سادگی گرفتن شکستن. پس پدر گفت که حکمت سرجمعی و وحدت همین است. شما اگر شما یک جا باشید، برادر باشید، اخوت داشته باشید، محبت داشته باشید به یکدیگر رو حمایت کنید، هیچ کس شما رو شکسته و شما رو پاره کرده نمیتواند. بله، از بین برده نمیتواند. اما شما جدا باشید، هر کس من گوید، پس در حقیقت دشمنان شما رو زود از بین میبرند. درست. اصلا امروز هم در شرایط فعلی که یگان چیز رو پوشیده نمیماند، همه چیز کشاد و روشن به دید انسان میرسد. ما نگاه کنیم کشورهایی که امروز پیشرفت دارند،
کشورهایی که امروز ترقی کرده ایستادند، کشورهایی که امروز نفوذ دارند، کشورهایی که اونها رو احترام میکنن و احسن میگوین به خاطر وحدت اونها است. هر جا که وحدت نباشد، پراکندگی باشد، اگر اون قوم، اون ملت هم شرف خود رو از دست میدهد، هم عزت خود رو از دست میدهد، هم آبادی کشور خود رو از بین میبرد. برای همین وحدت شرط اساسی برای انسان است که در حیات خود، در زندگی خود پیاده کند تا اینکه هم برکت در خانواده، هم برکت در جامعه حکمران باشد. سپاس زیاد که دعوت ما رو پذیرفته در برنامه اشتراک نمودید. برکت بینید دوستان گرامی. بیننده عزیز، وحدت این تنها یک شعار اجتماعی نیست. وحدت در دین مبین اسلام این عبادت است، این نعمت است و این نعمت امانت است از جانب پروردگار جل و علا. پس آن را با اخلاق نیک و تحمل پذیری نگاه بداریم. خداوند جل و علا همه ما و شما رو در پناه عصمت خویشش نگهبان باشد. یعنی درست گفتین شما، یعنی هر یک فردی که در جامعه امروز زندگی میکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه، باید این وحدت رو همچون گوهرک چشم حفظ کند و همیشه در نمازهای پنجگانه خود دعا کند که این وحدت دائمی و پاینده باشد. آمین. سلامت باشید دوستان گرامی. خدا نگهبان. السلام علیکم.